فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بیننده دیگری سوالشون اینه که آیا موندن طعم خمیر دندان در دهان بعد از شستن دندان و رفتن آن به داخل بدن با آب دهان موجب باطل شدن روزه می شود یا خیر؟ خمیر دندان استفادهش در ماه مبارک رمضان هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، جایز هست و ماندن طعم خمیر دندان در دهان هم شکننده روزه نیست و به صورت کلی حتی برای زنانی که برای چشیدن غذا و تعیین مقدار نمک غذا نیاز هست که غذا را بچشن، این حکم شرعی وجود دارد. پس بنابراین به مجرد احساس کردن طعم غذا یا طعم خمیر دندان در دهان، این در واقع سبب شکستن روزه نمی شود و اگر بالفرض این طعمی که در دهان مانده بود و نهایتاً با آب دهان وارد بدن شد، باز هم این شکننده روزه نیست، مگر زمانی که جرم خمیر دندان و مایع خمیر دندان را فرو ببرد. در این صورت روزش میشکند. اما اگر مجرد فقط و فقط همین طعم خمیر دندان است که بعد از مسواک زدن در دهان مونده، این شکننده روزه نخواهد.